الله الرحمن الرحیم. عبدالله هستم و با برنامه قرآن برای همه در خدمتتونم. در این جلسه قصد دارم یک تعلیقی بزنم به اونچه که برنامه هفته گذشته بود و بازخوردایی که ازش گرفتم، چه از طریق اینترنت، چه در شبکه‌های دیگه و چه در سایت‌ها و پیام‌های تلفنی. به این نتیجه رسیدم که در حقیقت رو نقطه حساس و مهمی دست گذاشتیم، هرچند که میدونستم از قبلشم، ولی خب در نتیجه تصمیم گرفتم که در روال برنامه‌ها و فعالیت‌های خودم در راستای رسوندن کلام الله اونجوری که در قرآنش اومده و به صراحت ذکر شده به همه مردم یه شیوه جدیدی رو انشالله پی بگیرم و با در حقیقت این رو یک فرصتی قرار بدم برای اینکه بتونم به بیننده هایی که قول داده بودم تکرار برنامه ها و بازپخش برنامه های گذشته هم پخش بشه تا بتونن ضبط کنن و اونها هم انشالله در پخشش گوشا باشن، هم به اون قولی که بهشون داده بودم وفا کنن. در این جلسه اگر فرصت بشه در انتهای جلسه انشالله کاری که میکنم اینه که تماسهای بیننده ها رو دوست دارم بگیرم و سعی میکنم که حتما دریافت کننده تماسهای بیننده ها باشیم، ولی قبل از اون میخوام به یه سری از بازخوردهایی که برنامه‌های گذشته قرآن برای همه در چه سطح اینترنت یا جاهای دیگه داشته انشاءالله یه ذره روشون بحث کنیم و نتیجه گیری کنیم. خب من بعد از اینکه این برنامه هفته گذشته با عنوان اینکه آیا کسی که میگوید به عقیده من قرآن تعریف شده رو میتوان مسلمان نامید یا خیر گفتم، جوابای مختلفی دریافت کردیم، چه در خود برنامه و در چه بعد از اون توسط پیامگیرها و ایمیل ها و خلاصه حتی در شبکه‌ها و سایت های دیگه. من یه ایمیلی دریافت کردم از یک دوستی که ایشون اسمش رو از این حذف کردم از این ایمیل به خاطر اینکه حرفی که میزنه انقدر رکیکه. به قول خودش موضوع این در حقیقت ایمیلی که برای من فرستاده بود شوخی بود و همین، فقط یعنی که قصد دارم یک شوخی بکنم، ولی انقدر حرفی که میزنه شوخی بزرگ و زشتیه که شاید نباید اینجا پخش کنم، ولی از اونجایی که عین همین که ایشون به اسم شوخی آورده برای اینکه بار حرفش رو کم کنه، دقیقاً همین رو با همین مضمون علمای بزرگ شیعه هم زدن. حتی من اینو از خود ابوالقاسمی از تو شبکه تکفیری و ولایت هم شنیدم. عیناً همین حرف ایشون رو آقای ابوالقاسمی خیلی جدی زد و حتی از شیعیانی که از عوام شیعه هستند هم من عین همین حرف ایشون رو شنیدم تو بحث‌های جدیم باهاشون در وقتی که میگیم چرا علمای شیعه قائل به تحریف قرآنن. ببینید چی گفته ایشون. ایمیلشو میخونم. با سلام خدمت برادر عزیز و کمرشکن متحرفین استاد عبدالله دامت برکاته. بران شدم تا با تو همی شوخی نمایان که بر دلت بنشیند و به فکرت فرو همی برد. عیناً همون جوری که نوشته من براتون آوردم اینجا دیگه. ایشون با همین به لحن گذشته، حالا فارسی قدیم نوشتم، منم همینجوری براتون میارم. و اما عالمان غالی و متفکران به نام مفوضه این گونه روایت کردند که در دوران پر افتخار امیر معاویه چنان عرصه به وی تنگ آمد که چاکران و علمای عصر خود را در قصر سبز خود جمع نمودی و فکر چاره نمودی که تا چگونه بتوانیم بر این فضیلت رقیبمون علی فائق آییم. در این محفل دوستانه از طرف جمع افاضات زیادی کردندی، اما آنچه به دل امیر معاویه نشست صحبت‌های برادرش عمرو عاص بود که همیشه ناجیش بودندی و این بار با این کار تکلیف یکسره کردندی و حاضران را یکسره به بهت فرو بردندی که این بشر واقعا شیطان را درس دادندی و دستش را از پشت بستندی. اما پیشنهاد این بود که ما چرا از قدرت حکومتمان استفاده نکرد و علمای درگاهمان در ناز و نعمت بدون زحمت مالها چپو کردندی. پس بیایید آنچه اثر از اهل بیت در قرآن است یکسره آن را برداریم و هر کار دلمان خواست با این کلام قرآن بنماییم و آیه 9 سوره هجر را بر آن بنا نهیم که خلق دیگر حتی فکر تحریف هم نکردندی و ما بگوییم آنچه در قرآن هست درست است به دلیل همین آیه. پس فکر در میان دوستان و امیر جمعاً مقبول افتاد و دسیسه همی کردندی و امروز استاد عبدالله مسئله را پیگیری کردندی و جمعی از همفکران امیر را خوشحال کردندی. بله، اون چیزی که ایشون میگه در حقیقت
کسی که واقعا به این حرف ایمان داشته باشه رو از دایره اسلام میتونه خارج کنه. ایشون توهین مستقیم داره میکنه به الله. چی داره میگه؟ پرسش من این بود که آیا به آیه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون ایمان داری یا نه؟ اومده میگه نه. از کجا معلوم خود این آیه تحریف شده نباشه؟ یعنی یه نفر اومده قرآن رو تحریف کرده، بعد این آیه رو گذاشته توی قرآن که کسی به شک نکنه. دقیقا حرفی که ایشون خواست به شوخی بزنه و عین اینو ابوالقاسمی گفت. من از افراد مختلف دیگه شیعه هم شنیدم که میان میگن نمیشه یه کتابی خودش اعتراف کنه به عدم تحریف پذیری اون و اینو در حقیقت دلیل میارن، ولی نمیفهمن این آدم‌ها که این توهین به الله، بزرگترین توهین به الله، بزرگترین توهین الله که برای اینا خیلی مهم نیست. کسایی که قائل به اینن، برای دفاع از علمای شیعه‌ای که همشون قائل به تحریف قرآن بودن میان حتی اهل بیت رو هم میارن. همون علی و حسن و حسین تو اون زمان زنده بودن. حالا اگر دارید میگید که این از زمان حضرت علی بوده یا بعدش بوده، حالا تو دوره معاویه ما نمیدونیم کی داره این آقا این حرفو میخواد یا هر کس دیگه. چرا حسن و حسین، چرا حسن حکومت داد دست معاویه اگه شما میگید همچین حرفی بوده؟ یعنی چی؟ یعنی اونا هم این امر رو پذیرفتن که قرآن باید تحریف بشه و اونها هم شما کافر فرض میکنید. اگر ما قائلین به تحریف قرآن کافر بدونیم، اولین کسایی که این وسط در کسایی که برای شما مهم یا معتبرن کافر میشن همین اهل بیتن. خب اگه پیغمبر شما نتونسته دینش رو بیاره، پیغمبر شمایی که این حرفا رو میزنید، خداتون العیاذ بالله که هیچ ربطی نداره به الله ما مسلمان، خدای شما، خدایی که شما میپرستید انقدر بی جربوزه و بی قدرت و حقیر بوده که هیچ ربطی به الله اسلام نداره این خدایی که شما میپرستیدش. میگم چون هر دین یه خدای، یه تعریفی از یه خدای دیگر رو میپرسته. اون خدایی که شما میپرستیدش انقدر حقیره که عمر از اون قوی تره، که عثمان از اون قوی تره، که ابوبکر از اون قوی تره، که هر کسی فکرشو بکنید از اون قوی تره. برعکس الله قادر مطلق ما مسلمان‌ها میمونه. الله شما یه همچین کسی که حتی کلام آخرین وحیشو، کتاب مهمترین کتابشو، معجزه جاویدش رو هم تعریف نمیتونه از تعریف محصول نگه داره. خسته نباشید. من خواستم این رو بیارم که بدونید بعضی‌ها برای دفاع از علمای کافر شیعه، گفتم کافر با تعریف این که کسی قائل باشه همین خدا رو میپرسته، همین خدایی که الان گفتم اینقدر بی ارزه، این رو بیان ازش دفاع میکنن و به خاطر اینکه این آدم ازش دفاع کنن میان حاضرن بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد و عرض پوزش از مشکلی که پیش اومد، مشکل فنی که پیش اومد و تمام قطع شد. گفتیم که در این جلسه برنامه گذشته رو می‌خوایم ادامه بدیم و یک ایمیل یک دوستی رو مطرح کردم که در حقیقت گفته بود علمای شیعه برای اینکه دفاع کنه از اینکه قرآن رو تحریف کرده اومد و یک تعریفی از خدا ارائه داد که انقدر بی ارزه است. العیاذ بالله. این الله ما مسلمانان نیست. الله ما مسلمانان قادر مطلق و توانای مطلقه، بلکه اون چه که ایشون ارائه داد همونجور که گفتن نظر خیلی از شیعیان هم هست، متاسفانه وقتی که بحث میکنن این انقدر خدا رو بی ارزه جلوه میدن که معجزه آخرین پیامبرش، آخرین معجزه آخرین پیامبرش رو هم نمیتونه نگه داره از تعریف اون کسانی که اینا دشمنان اسمشون رو میذارن.
و گفتیم که خدای اینها از عمر رضی الله عنه از عمر خیالیشون، یعنی عمر ما مسلمان‌ها، این کسی که ما میشناسیم، از الله بزرگ میترسید، مسلمان بود. همینطور دیگر صحابه، اینا حتی اهل بیت رو هم کافر قلمداد میکنن، یعنی اینکه اینا این تعریف‌ها رخ داده، بعد حسن میاد دو دستی خلافت تقدیم میکنه به معاویه. این هم از اهل بیتی که اینا ازش دم میزنن. ولی با این توضیحات میرم سراغ خلاصه بعضی از تماسایی که تو پیامگیر برای من گذاشته طی هفته گذشته. انشالله روشون میخوام یه بحث کوچیکی هم داشته باشم روی یکی دوتاشون که میخوام پخششون کنم چون مهم‌تره. سلام علیکم. من یه پیامی داشتم برای عبدالله از آلمان. من این برنامه امروز رو مشاهده کردم و لب به کلامش این بود که آخوندا دروغ میگن و به همین دلیل باید از شیعه بریم بیرون و بریم سنی بشیم. خیال میکنه مذهبی سنی هیچ مشکلی نداره، هیچ کسیشون دروغ نمیگه، هیچ کدومشون دروغ نمیگن. بارها دروغگویی رو من شبکه کلمه دیدم. از یک طرف آقای ترشابی میگه که ما باید بگیم توی نماز السلام علیک یا نبی و رحمت الله و برکاته. از یه آقای هاشمی بگه نه نباید تو نماز بگیم السلام علیک، باید بگیم السلام علی نبی و اینجوری. السلام علیک نباید بگیم. آقای هاشمی میگه بارها دروغگویی رو در مشاهده کردیم. خب شما اومدی و به دروغگویی و اینا خواسته اشاره کنی، ولی متاسفانه چون از همین لفظ استفاده کردی باید بگم که همین الان چند تا دروغ گفتی شما خودت. یک، اومدی گفتی که من گفتم چون علمای شیعه دروغ میگن نباید از اونو پیروی کرد. من فقط اینو نگفتم. بحث هفته گذشته من این بود علمای شیعه همشون متقدمینشون قائل به تعریف قرآنن، 4 تاشون هم به قول بقیه‌شون تغییر کردن، ولی همشون گفتن که قرآن تعریف شده. به این دلیل نمیتونی شما دین تو از کافر بگیری. این حرف من بود. دومین چیزی که شما گفتی و راست نبود این حرفی بود که به استاد هاشمی نسبت دادی. استاد هاشمی نگفت ما حق نداریم بگیم السلام علیک. به هیچ وجه این حرف رو زد. من خودم بیننده برنامه ایشون بودم و اون چیزی که ایشون گفتن روایتی رو خوندن از یکی از صحابه که گفتن بعد از پیامبر ما میگیم السلام علی النبی و این رو هم نگفتن که شما حق نداری بگی السلام علیک. همونجوری که میبینید اینم دروغ نیست. نه استاد ترشابی دروغ العیاذ بالله گفته که این چیزی که شما میگید چون حرف پیامبر رو زده و نه استاد هاشمی که اومده از یکی از صحابه روایت. هر کدوم از اینا اومدن نظر خودشون و برداشت که داشتن از احادیث رو گفتن. این فرق داره با دروغگویی. دروغگویی اون چیزی بود که نشونش دادم ابوالکذب، مثلا ابوالکذب قزوینی میگفت از روی متن به شما میخوند و برعکسش رو ترجمه میکرد. میخواست وقتی از عربی به فارسی ترجمه کنه 180 درجه متن برعکس میشد. دیگه ادامه بدین چه پیامتون رو. میگه که شیعه دینشو از آخوندا میگیره چون آخوندا دروغگو هستن. پس میگه ما حب اهل بیت داریم. اینه که مذهب سنی دینشو از کی میگیره؟ یا اونا دروغ نمیگن یا اونا هیچ عقیده باطلی ندارن؟ یک قاعده باطلشون که آقای سجودی هم اقرار کردن و گفتن اینه که ابوبکر رو برتر از و افضلتر از حضرت علی میدونن. و یا عبدالله هم عقیده رو داره علی که از اهل بیت، علی که این همه احادیث فراوان دربارش اومده از پیامبر، ابوبکر رو برتر از حضرت علی میدونند اهل سنت. و آیا عبدالله هم این عقیده رو قبول داره یا نداره؟ و خیلی از مسائل و مشکلات دیگه تو مذهب اهل سنت هر کدوم سوالیه با جواب بده. شما میگی مسئله این مثل این که کی برتره تو عقیده اهل سنت ابوبکر یا علی، که بدون شک اهل سنت همگی اعتقاد دارن اینا جزو برترین صحابه بودن هر جفتشون، ولی اینکه این برتره یا اون، این رو مقایسه میکنی با عقیده بدون شک و تردید و در حقیقت عقیده متواتر علمای شیعه بر تحریف قرآن. این قیاس خودت باید از این قیاس در حقیقت بفهمی که واقعا هیچ چیزی نداری برای ایراد گرفتن. اگر داشتی بیشتر از اینا رو میگفتی. حالا تا آخر پیامت هم انشاءالله نشون میدم که چی میگی. ولی گفته که ابوبکر میگن افضله. اهل سنت حدیث دارن، همونجوری که شما میگن یه عالمه پیامبر روایت داره راجع به فضائل علی، بله حضرت ابوبکر هم راجع بهش اینا روایات اومده و اتفاقا همین روایت افضلی ابوبکر رو از پیامبر اهل سنت بهش اعتقاد دارن. هرچند من گفتم من خودم چون رو کل این روایات و اینا تحقیق دقیقی نداشتم و میپذیرم صحت و صحتش، ولی اون چیزی که برای من مهمه و اینو حتی
تو شبکه کلمه هم مطرح کردم. من یادم میاد قبل از اینکه این برنامه قرآن برای همه رو شروع کنم یک بار زنگ زدم، گمان میکنم به برنامه استاد هاشمی و استاد خدمتی بود، به عنوان بیننده تماس گرفتم و ازشون پرسیدم من یه شیعه ام که الان میگم مسلمونم، شیعه بودم، شیعه زاده بودم سابقا، و به نظر من شما میگید که صحابه ترتیبشون یا بعضی میگن ابوبکر به همون ترتیبی که به خلافت رسیدن به همون ترتیب هم فضیلت داشتن. من اینو نمیتونم بگم چون که من اعتقاد دارم به اینکه قرآن فرموده که ان اکرمکم عند الله اتقاکم و همانا برترین شما نزد خدا متقی ترین شماست، و از اونجایی که ما انسان ها تقوا سنج نداریم من نمیتونم بگم کدومی که اینا با تقوا تر بوده و اهمیتی هم هرچند نداره. این رو اون موقع مطرح کردم و پاسخی که گرفتم این بود که بله ما هم همچین چیزی رو نمیگیم و ما طبق احادیثی که از پیامبر اومده این برداشت رو میکنیم. نظر الان من اینه که هیچ اهمیتی نداره. به من چه که ابوبکر بالاتر تو بهشت یا علی بالاتر تو بهشت، من فقط مهمه که منم برم تو بهشت. چرا بیام خودم درگیر کنم الا و لله این بالاتر یا اون بالاتر؟ مگه چه فرقی داره؟ اینا دوتاشون از شاگردای برتر پیامبر بودن، مسلما از من خیلی جاشون بهتره. ابوبکر و علی و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و صحابه گرانقدر پیامبر، اینا از جاشون خیلی از من بهتره. اگه من برم تو بهشت یا نه اینا که وضعشون خوبتون دونی، من برای چی بیام خودم رو اذیت کنم؟ علی اهل بیت بوده، خب بله خدا بهش لطف کرده اومده شده اهل بیت، ولی آیا صرف اینکه یه نفر خانواده پیامبر باشه دلیل میشه یا فامیل پیامبر باشه دلیل میشه که برتره؟ ابولهب هم عموی پیامبر بود، اینطوری نمیشه گفت. ولی گفتم همونجوری که من اعتقاد دارم خداوند فرموده این اکرمکم عند الله اتقاکم و حب میگه ما حب اهل بیت داریم. من سوالم اینه از آقای عبدالله که حب اهل بیت لازمش دشمنیه با دشمنان اهل بیته. آیا میشه مثلا من با شما دوست باشم و همزمان دشمنان شما رو هم دوست داشته باشم؟ نمیشه که. اولا این نکته شما دو جاش اشکال داره. یکی این که گفتی که حب لازمش دشمنیه، نه لزوما. مثلا من همینجا یه موردی بود که یه پدر و پسر بینشون آنچنان دعوایی شد که به دادگاه کشی کشیده بود، ولی مادره هم پسره رو دوست داشت و هم پدرش، یعنی در حقیقت پدر شوهرش میشد و پسرم که فرزندش بود. خب این دوتا با هم دیگه جنگ داشتن و کارشون به دادگاه میکشید، ولی مادره هر جفت اینا رو دوست داشت، با هر دوشون رفت آمد میکرد و در حقیقت این لازمه دوست داشتن اینکه با دشمنم دشمنی باشه نیست. این یه مثال نقض برای حرف شما. دوم اینکه اصلا دشمنی در کار نبوده. شما میای یه چیزی رو که وجود نداشته رو میسازی و بعدش هم میای اهداف رو عوض میکنی یا کلا از بیخ یه موضوع جعلی رو میسازی و بعد میای میگی اینا با هم دشمن بودن. شما اول باید اصل قضیه رو اثبات کنی پیش فرضت رو و بعد بیای نظر بدیم که آیا حب و دوستی و دشمنی. من اهل بیت رو دوست دارم، صحابه پیامبر رو هم دوست دارم و دلیلش هم اینه که پیامبر رو دوست دارم و پیامبر رو دوست دارم چون رسول اللهیه که عاشقشم. اونجوری که هیچ کس رو هیچ چیز رو نمیخوام عاشقش باشم، اونطوری که الله رو دوست دارم. میخوام بگم که عبدالله خود درباره این چیزایی که میگه فکر کنه مذهب اهل بیت و مذهب شیعه وابسته به یک شخص و تو شخص و یک گروه دو گروه نیست. مذهب اهل بیت پاکه. مذهب اهل بیت دعای فراوانی داره که نشون میده توحیدش کامله. دعای صمد داریم و دعای مجیر داریم، دعای مشروط داریم، دعای کمیل داریم که میگه یا من اسمه دوا و ذکر و شفا. میگه که الهی و ربی من لی غیرک، خدا غیر تو کی رو دارم؟ تو دعای کمیل اومده. این مال ما دعای کمیل. دعای جوشن کبیر داریم، دعای علقمه داریم و دعای فراوانی در مفاتیح جهان. اینا توحید کامل ماه. ما دینمون از کسی نمیگیریم که، دینمون رو از اهل بیت میگیریم ما. با تشکر. و این مخواستم به عبدالله بگم این تعمیم نده. حالا یه آخوندی دروغ بگه، حالا رفت تا آخوندهای کلینی و مجلسی گفت اونا هم دروغ میگن، رفت با 1000 سال بیشتر 2000 سال بیشتر میگه همه اینا دروغ میگن. این تعمیم میده. آقا تعمیم نده اینا رو. یه نفر دروغ گفت نگو همشون دروغ میگن. حالا من درسته آقای یکی از شبکه کلمه دروغ بگه بس بگم همه این شبکه کلمه همه اساتیدشون دروغ میگن. آقا تعمیم بدی که ما به یک بله ایشون گفتش که ما دینمون دین اهل بیته، ولی دوست من دین اهل بیت نیست. اتفاقا به دلیل همون دعاهایی که از اهل بیت نقل شده اومدی اسپورت. من خودم میخوندم این دعاها رو
من گفتم مأنوس بودم به جای قرآن فقط با این دعاها. الان با قرآن مأنوسم، این دعاها هم هنوز به توحیدیاشون رجوع میکنم. مثلا یا من اسمه دعوا ذکر و شفا رو میخونی، میفهمی که اینو علی گفته، بعد پا میشی میری میگی یا امام رضا بچه‌مو شفا بده. اون یا من اسمه چی شد پس؟ یا میگی الهی من لغیرک، اینو کی میگه؟ فقط نقل قول میکنی، لب میزنی از رو کلام اهل بیت. بعد میای توی دعای دیگه میخونی که یا محمد یا علی و یا محمد اکفیانی فانکما کافیان، منو کفایت کنید شما دوتا منو کافید. خب این حرفتون با اون آیه قرآن هم در تضاده، الیس الله بکاف عبده. این چه حرفی که میزنید؟ مشکل منم با همون تناقضای دینتونه. بله تضاد وقتی تو دینت هست قطعا دینت باطله، یا اون چیزایی که تضاد داره با هم نمیتونه دوتاش درست باشه. از این ور میای میگی بله ما دعای جوشن کبیر داریم، تو دعای جوشن کبیر میایم به خدا میگیم یا من لا یشغله سمعان انسم، یعنی ای کسی که شنیدن سخن کسی او را از شنیدن سخن کسی دیگری باز نمیدارد، یعنی ای تنها کسی. ببینید این یه ویژگی منحصر به فرد برای خدا. کی؟ یا من لا یشغله سمعان انسم، یعنی ای کسی که گوش کردن به سخن کسی او را از شنیدن دیگری باز نمیدارد. و این میگید این فقط تویی ای خدا. اینو بعد میگید که کیه این؟ امام رضا هم اینجوریه، علی امامزاده قاسم هم اینجوریه، امامزاده بیژن و افراسیاب هم همینجوره. این چه دینیه که از اون ور میان میگی ما این دعاها رو از اهل بیت نقل میکنیم ولی 180 درجه برعکس اون وره که اهل بیت رفتیم میگیم. و دلیل این تناقضات اتفاقا از همون علماییه که میگن که دین شما بر اساس تحریف قرآن ساخته شده. این خیلی مهمه. میای میگی تعمیم نده. من تعمیم ندادم، براتون از علمای معاصر آوردم، علمایی که چند سال پیش 50 سال پیش هنوز زنده بودن که اومدن گفتن عقیده تواتر، عقیده تحریف قرآن متواتره. یعنی همه علمای شیعه اعتقاد داشتن. ان شاء الله اگه وقت کنم این جلسه بازم کلیپاشو نشون میدن. اگر حالا فرصت بکنیم بازم یه پیام دیگه هم کوتاه گوش بکنیم. سلام علیکم، خسته نباشید. من این برنامه عبدالله رو دیدم، مواردی بود که میخواستم عرض کنم. اینکه گفته که شما دینتون از کسایی میگیرید که قائل به تحریف قرآن هستند، چرا دینتون از اونا میگیرید؟ من میگم که توی سنی، تو اهل سنت، تو دین اهل سنت کسایی نبودن که قائل به تحریف قرآن بودن. اگر بزرگترینش عایشه بود که تو صحیح بخاری اومده که، یا تو صحیح مسلم اومده که قرآنی که زمان محمد بوده باز اونو خورده. عایشه یکی از کسایی بوده قائل به تحریف قرآن بوده، و چرا شما اونو دوست می‌دارید؟ اینو جواب خداحافظ. بله اینم کل پیامی بود که در اختیار حضرت عایشه. اولا مال اهل سنت نیست که میگه اگه چیزی ایشون گفته باشه این به اهل سنت هم میاد. این برای مسلمونا، ایشون همسر پیامبر مسلمان است. بعد میگه چرا دوستش دارین؟ بله دوستش داریم، چون حضرت علی هم که مسلمان بود دوستش داشت. حالا چه شما بخواید چه نخواید. و اینکه میای دوباره گفتی که تو صحیح مسلم و بخاری هستش که قرآن رو بز خورده، اینم از اون دروغای دیگه‌ایه که علمای شیعه به شما گفتن. من نمیگم شما خودت این دروغ رو گفتی دوست من، بلکه شما یه دروغی رو از یه عالم دروغگو شنیدی که این توی صحیح بخاری و مسلم اومده، همچین چیزی که قرآن رو بز خورده همچین چیزی نیامده در صحیح بخاری و مسلم. حضرت عایشه هم قطعا همچین حرف رو نفرمودن. و بلکه من این بحث رو در بحث تخصصی ناسخ و منسوخ مطرح کردم و اصلش رو گفتم چیه. همچین چیزی نیست. و فرق بین عقیده نسخ و عقیده تحریف، عقیده نسخ و علمای شیعه هم دارن، عقیده تحریف هم دارن. و اینو میگم جزئیاتش رو برید به همون جلسه مراجعه کنید، انشاءالله تکرار برنامه هم پخش خواهد شد. اما یه بیننده دیگه ای تماس گرفت با شبکه تکفیری ولایت و یه پرسش رو مطرح کرد با توجه به برنامه‌ای که هفته پیش بود. با هم بشنویم. یه سوال دیگه از خدمتتون داشتم در مورد عبدالله از آلمان. یه برنامه پخش کرده بود در شبکه کلمه. سوالی که کرده بود ایشون چرا علمای شیعه مانند مدرسی و هندی و غیره قائل به تحریف قرآن هستند؟ آیا کسی که قائل به تحریف قرآن هست کافر است یا مسلمان؟ این می‌خواستم جوابش از شما بشنوم. بله ببینید خود اینا، اولا من اینو بگم، این پرسشی بود که من مطرح کرده بودم. ایشون به عنوان یک شیعه‌ای که خدا بهش بشارت داده
میگه الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. حداقلش کسی که میره تعقل میکنه، تحقیق میکنه راجبش. امیدوارم که خداوند ایشون رو به راه قرآن هدایت کنه. به این پرسش واضح بود چرا همه علمای شیعه از جمله بزرگترین هاشون که این دینو ساختند اعتقاد به تعریف قرآن دارن. بله این پرسش عبدالله. بعد اینا اومدن همزمان زوم کردن روی این قسمت. این زومو من انجام ندادم، خودشون انجام دادن. داره عقاید شیعه رو میگه. اولین عقیده شیعه چیه؟ تکفیر مسلمانان. اینو بارها در شبکه کلمه نشون دادیم که عقیده شیعیان اعتقاد دارن همه جز اونا کافرن، حرومزادن. اینو علنا تو کتاباشون نوشته، هنوزم تو کتاباشون هست و چاپ میشه. خب پس این عقیده شیعه. دومین عقیده شیعه چیه؟ توسل. سومین عقیده‌اش چیه؟ شفاعت. چهارمش چیه؟ تحریف قرآن. میبینید که خیلی خودشون هم زوم کردن که عقایدشون رو نشون بدن. بعد میخوام بگم که خب ما به این عقیده تحریف قرآن اعتقاد نداریم. نمیشه که شما همون قضیه که به توسل و شفاعت اعتقاد دارید مجبورید به تحریف قرآن هم اعتقاد داشته باشید. خیلی خوب. حالا ببینید که یه همچین آدمی فکر کنید چه پاسخی میخواد بده. دوست دارم با هم اینو یادداشت کنید، مطالبی رو که میگه اگه میتونید همین الان قلم کاغذ بریزین. اولش قاعد فوش بده من چون کاری نداره، حرف دیگه ای نداره، ولی تو خدا بیایید و بنویسید که چی جواب میده به این پرسش چرا همه علمای شیعه قائل به تعریف قرآنن و انشالله جوابش رو با هم بشنویم. بعد از اینکه این فوشش رو طبق معمول بعد به من بده. ممنون میشم. بله خدمت شما عرض بکنم. اولا ما یک روایتی داریم از یکی از علمای اهل سنت در کتاب سیر اعلام النبلای ذهبی آمده. دیگه من نزد یکی از روات نقل میکنم، میگه نزد عبدالرزاق بودم. ذکر شد حرف معاویه آمد به میان، گفت لا تغذر مجلسنا به ذکر ولد ابی سفیان، مجلس ما رو نجس نکنید به یاد و نام فرزند ابو سفیان. حالا ما همین حرف رو به شما میزنیم از کسی که نام او رو در برنامه ما آوردید. ما حرف همین اهل سنت همینی که در اتاق معاویه گفت، یا حالا ایشون شاید خودش اندازه معاویه بدانه، همین حرف رو در اتاق این میزنیم که در حال لا تغذر مجلسنا. این نکته اول. بله اول میاد دیگه که خب این مهم نیست، این حرفشون بیاد بگه با اسم عبدالله برنامه شما نجس میشه. بله اشکالی نداره. چرا؟ چون که عبدالله ذات شما رو میشناسه. من از خودتون بودم، من با امثال شما بزرگ شدم و میشناسمتون. برای همین دقیقاً میدونم که چه چیزایی باعث میشه که شما در حقیقت پاشنه آشیلتون چیه و به همون جاها انشالله میزنم و برنامه هم در حقیقت از این به بعد به جای که برنامه‌های آموزشی بخوام بزنم روی قرآن، سعی میکنم روی کلیپ ها و میان برنامه‌ها و در حقیقت تولید انواع و اقسام محصولات چند رسانه‌ای که به همین نوع پاشنه‌های آشیل شما خواهد زد. انشالله سعی میکنم که روی اینا بیشتر زمان بگذارم. اما ببینید اینقدر بزدلم هستن اینا که جرئت نمیکنه حتی حرف دلش رو همونجوری که حرف بزنه. میخواد حرف بزنه میگه اون یه عالم اهل سنت به معاویه یه چیزی گفته پس منم همینو به تو میگم. دوباره میخواد این حرف بزنه میگه یکی دیگر رو یه جایی تکفیر کرده پس منم تو رو همون حرفی که اون میزنه. نمیدونم آقای ملازاده فلان حرف زده پس تو هم همین. این شد اینقدر یعنی فقط این روش بزدل هاست که میرن پشت یه چیزی قایم میشن. اینا مردم برای دینم رفتن پشت اهل بیت قایم شدن و فقط حرفه. حالا ببینیم جواب اصلی چی میخواد بده. یه ادعای دروغ میکنه الان و من میخوام تحدی کنم. جملهشو دقت کنید. نکته دوم که شما گفتین بحث تحریف قرآن، خب ابن تیمیه اینطور گفته و حال ابن تیمیه رو اینها در حد خدا، اگه بالاتر از خدا قبول نکنن در حد خدا قبول میکنن، که اگه کسی قائل به تحریف باشه از روی اجتهاد باشه ثواب هم برده. خب به هر حال ممکنه کسی با اجتهاد به تحریف برسه. بله دوباره از اونجایی که جرئت ندارن حرف بزنن رفته حالا میخواد در پشت ابن تیمیه قائل شه. ولی مشکل اینه که حتی اینقدر صادق هم نیستند که برن پشت سر یه نفر واقعا وایسن. یه قولی رو میاد به دروغ به ابن تیمیه نسبت میده و بعد میره پشت اون دروغه وای میسه میگه که اون اینو گفته منم، یعنی منظورش اینه که منم همینو میخوام بگم دیگه. ادعا کرد که ابن تیمیه اینو گفته، جمله رو گذاشتم. من تحدی میکنم این عباسی شاگرد ابوالکذب قزوینی که اون دیگه استاد دروغگوست
اگر راست میگه عین همین جمله رو بیاره از ابن تیمیه نقل کنه که گفته باشه هر کسی یعنی هر کسی که گفته باشه قرآن تحریف شده اگر اشتباه کرده باشه ثواب برده. من این رو تحدی میکنم. این یک. دوم این که اگر ایشون نتونست این جمله رو بیاره که نخواهد توانست، باید به این برسید که بله ایشون هم داره به راه استادش میره و بالاخره چاره جز دروغ گفتن پشت سر اینو قایم شدن نداره. ببینیم که دیگه چی میخواد بگه. نکته دوم، اگر قرار شد بحث تحریف به میون بیاد، اول تحریف کننده های قرآن و قائلین به تحریف قرآن طرف اونها هستش و از کسانی هستش که اونها بهشون احترام میذارن. بسیاری از صحابه قائل به تحریف بودن، لذا اصلا آوردن این مسئله ما میگیم اصلا شما وارد این جنگ، وارد این مبارزه نشید، چون اصلا برای خود شما خوب نیست. حالا اگه ما ذکر بکنیم که کدوم یکی صحابه کجا چه اتفاقایی افتاده، چه اعتقادایی داشتن توی تحریف، این به اصطلاح خیلی بد خواهد بود. طبق روایات اهل سنت ما شایعه رو قبول نداریم، کاری نداریم به این مطلب. حالا مثلا گفتن نگفتن، مثلا ما کاری نداریم، ما کارمون با اهل بیت علیهم السلام هستش. بله اینم یه دروغ دیگه که میخوای حالا بری پشت اهل بیت. اما خیلی جالبه، گفت اولین تحریف کننده ها و قائلین به تحریف طرف اونان و مورد احترام اونان و این بسیاری از صحابه. یعنی اعتراف کرد که یک، بسیاری از صحابه مورد احترام اهل سنت هستن، مورد احترام شیعه نیستن. دو، اینکه اینا طرف اونا، طرف ما، مال اینا، اینقدر بیچاره است و اینقدر بیچاره هستن. فکر کرده این وسط بکشه من نه تو بابا بحث آخرت دین خداست، میفهمی اینو؟ انگار نگو. چرا اینو نگو؟ مثل این میمونه که یک گروه قاتل یا چی بگم، یک گروهی که نجاست خوار میاد میگه که به یک گروه نجاست خوار دیگه دعوا میفته بینشون، این به اون میگه تو نجاست خواری، این میگه نه اگه به ما بیای وارد این جنگ با ما نشو، چون شما هم نجاست خواری بیشتر از ما. اگه یه همچین دینیه کل شما، ادعات اینه که شیعه و سنی همه قائل به تعریف قرآنن، جمع کنید این دین برید دیگه. الان من فکر کنم مسیحی اومدن میان میبینن که این شیعه اومده داره ادعا میکنه که شیعه و سنی قائل به تعریف قرآنشونن، دینتون رو جمع کنید برید دیگه. بعدش میان ادعا میکنن که انجیل هم تعریف شده، تورات هم تعریف شده، همه چی تعریف شده. اینجا این وسط بی خداها باید بگم ما راست میگیم دیگه. خدایی که یک کتاب سالم نتونسته نگه داره، وجود نداشته باشه بهتره. این همین خدای این شیعه هاست دیگه. میبینید دیگه این نمونهش که میاد میگه شما با ما وارد این دعواها نشید چون شما هم چه میدونم همه کسایی که شما بهش احترام می‌خواید بذارید کافر. نه خیر، هیچ کدوم از صحابه قائل به تعریف قرآن نبودن. یه دلیل واضح. چرا؟ که کی می‌خواست قرآن رو تعریف کنه؟ الان شما دارید میگید صحابه قرآن رو تعریف کردن. این حرف شماست. یعنی مثلا میگید علی که جزء صحابه بوده قائل تعریف قرآن بوده. بله این حرف شماست. الان میذارید ولی علی که نمیتونسته بگه من خودم اعتقاد دارم خودم قرآن رو تعریف کردم، یا عمر بیاد بگه من خودم اعتقاد دارم قرآن رو تعریف کردم. بلکه صحابه من همونجوری که تو برنامه در حقیقت بررسی تخصصی ناسخ و منسوخ 2 جلسه راجع به صحبت کردم، صحابه به خیلی چیزا نسخ میگفتن و دقیقا همه‌شون هم گفتن اینا نسخ شده. و خیلی جالبه که شما با کمال پررویی میاد اون چیزی که از نسخ و امام صادق هم گفته، هر چیزی رو مردم که اینا ادعا میکنن از صحابه که مثلا یه سوره بقره 200 آیه قد سوره احزاب انقدر ازش حذف شده، قد مثلا 200 آیه حذف شده، عیناً همین امام صادق هم نقل کرده. خب باشه اگه شما میخواید بگید ابو موسی اشعری العیاذ بالله کافره، بعد بگید العیاذ بالله امام صادق هم کافره، چرا؟ چون همینو گفته، عیناً همین حرف زده. یا راجع به آیه رجم، اگر این کافره اونم کافر، پس اهل بیت هم کافر، صحابه هم کافر، بگید همینجوری برید جلو دیگه. دینتون مال خودتون. من مسلمون شدم، من از یه دینی مثل شما پر تناقض دست کشیدم، اومدم رفتم سراغ اسلام خالص. حالا اگر از اهل سنت هم کسی پیدا شه که بگه قرآن تعریف شده، من میگم اونم کافره، همونجوری که مجلسی رو میگم کافره. نه دینمو از مجلسی میگیرم، نه از کلینی میگیرم، نه از ابن عربی میگیرم، نه از هیچ کافر دیگه. من دینمو فقط از مسلمی میگیرم. و اونم از کجا میگیرم؟ اول از قرآنی میگیرم که یقین دارم به اینکه کلام الله کلمه به کلمه و حرف به حرف، نه کلامی بیش از این بوده و نه کلامی کمتر، اون چه که الله به عنوان قرآن بر پیامبرش نازل کرده، در آخرین پیامبرش. حالا
شما بیا من وارد این بازی با شما نشم. اتفاقا من با شما و هر قائلی که هر کسی که قائل به تعریف قرآن باشه وارد این بازی میشم، چون که به دینم اطمینان و یقین دارم. تو میخوای بگی 4 تا عالم سنی معاصرم اعتقاد همچین عقیده‌ای گفتن، بله خب اونام کافرن، مثل مجلسی و کلینی و نعمت الله جزایری و مفید و صدوق و بگو همینجور صدوقی که حالا خودشون گفتن تغییر کرده، فیض کاشانی و به قول بگم باید بکنم دیگه براتون. فقط 4 تاشون کافر نبودن دیگه. ببینیم حالا این جواب اولش گفتش که با ما وارد نشو. خب هنوزم جواب نداره که چرا اصلا همه علمای اهل سنت هم اگر کافر باشن، چرا همه علمای شیعه هم کافرن؟ اینو جواب ندادی هنوز. میاد میگه خب اونا کافرن پس نتیجه میگیریم ما هم میتونیم کافر باشیم. حالا ببینیم چی میخواد بگه. اصلا برای ما اهمیتی نداره که حالا اونا این مطالب واقعیت داشته باشه. اونی که دینشو میخواد از اونا بگیره باید بره تحقیق بکنه در رابطه با مثلا اون اشخاص چه گفتند و اینها قائل به تحریف قرآن بودن یا نبودن. بله دیدیم که آقای عباسی اصلا برای ما اهمیتی نداره که حالا اونا این مطالب واقعیت داشته باشه. اونی که دینشو میخواد از اونا بگیره باید بره تحقیق بکنه در رابطه با مثلا اون اشخاص چه گفتند و اینها قائل به تحریف قرآن بودن یا نبودن. بله این جمله رو خواستم دوبار پخش کنم که به صورت ناخواسته حرف درست از دهنش پرید که شمایی که تو پرانتز من میذارم دینتون رو به اهل بیت نسبت میدید و دینی که به اهل بیت نسبت میدید و از امثال مجلسی و کلینی و نعمت الله جزایری و همه علمای کافر دیگه شیعه متقدم شیعه میگیرید، شما خودش گفت باید تحقیق کنید آیا این افراد به تعریف قرآن اعتقاد داشتن یا خیر. منم همین حرفو زدم، یعنی تحقیق کنید شیعیان که آیا اینا به تعریف قرآن اعتقاد داشتن یا نه، اگه داشتن دینتون ازشون نگیرید. همین واضحی. عباسی یه حرف درست از دهنش پرید، نادانسته. اصلا برای ما اهمیتی نداره که حالا اونا این مطالب واقعیت داشته باشه. اونی که دینشو میخواد از اونا بگیره باید بره تحقیق بکنه در رابطه با مثلا اون اشخاص چه گفتند و اینها قائل به تحریف قرآن بودن یا نبودن. بله خب حالا که میدونیم نشون دادیم که تمام علمای شیعه قائل به تحریف قرآن بودن، هنوزم جواب نگرفتیم چرا. در مناظره جناب آقای شریفی با شبکه کلمه هم اونا گفتن که اگه کسی با اجتهاد و از روی دلیل اعتقادی داشته باشه و حتی مخالف متواتر باشه این اشکالی نداره و تکفیر هم نمیشه. حالا چطور این آقا یه مرتبه رسید به این مسئله و این نکته رو داره بیان میکنه، این حالا به هر حال از بیسوادی میگن آقا چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید. حالا بله جفنگیات این آقا هم شنیدیم که فقط از دلیل قافیه تنگ اومدنه، جواب نداره. اومد یه دروغ دیگه حالا نسبت داد تو شبکه کلمه اینو گفت، بعد میخواد بره پشت اونا حالا قایم شه، پشت استاد هاشمی و استاد سجودی قایم شه و کلمه دروغ بهشون نسبت داد. اینا هیچ وقت همچین حرفی رو نزدن. کسی که قائل باشه که قرآن متواتر مثل مجلسی که نشون میدن ان شاء الله این جلسه دوباره عقیده شد، میگه عقیده تحریف متواتر بین علمای شیعه و کسی این حرف رو بزنه ثواب برده. این حرف دروغیه که نسبت داد به این که استاد سجودی و استاد هاشمی زدن و بعد در پشت اونا قایم شد. ببینید بزدلو هنوز جرئت نکرده جواب بده و قافیه چه تنگ آید. بله عباسی خودتون میبینید چی کار میکنه. وقتی کارشناس شبکه‌های ملازاده میشه شمرانی، خب کارشناس اینا بشه این. حالا به هر حال اون یه کلاه اونجوری میذاشتن، حالا یه چیزایی به اصطلاح بحثای دیگه اینا در ارتباطش صحبت نکنیم بهتره دیگه. بچه بازی شد دیگه. به هر حال اینا از زمانی که تشخیص دوستان ما در شبکه ولایت هم درست بود دیگه، یعنی دیگه اینا ارزش بحث نداره و همین خاطر اصلا ما این شبکه رو رها کردیم. بله خب دیدید که بحث کلاه شمرانی شد و بچه بازی و نمیدونم این حرفا که آره دیگه خلاصه همه چی خنده‌داره. این هم جفنگیات ادامه آقای جواب نداد آخر چرا مجلس کافر بوده، چرا کلینی کافر بوده، چرا شیخ عباس قمی کافر بوده، چرا همه‌شون کافر بودن بجز 4 نفر. اومدن یه عده‌ای به من پیام دادن، ایمیل دادن که تعداد انگشت شماری از علمای شیعه رو نام بردی که قائل به تحریف بودن. نه خیر، شما تعداد انگشت شماری عالم متقدم شیعه دارید که انگشت نشمار باید بگم، هر دست آدم 5 تا انگشت داره.
اینا 4 تا بودن که غالب طرف قرآن نبودن. 1 2 3 4 تموم شده رفت. یعنی پنجمی نداره، یعنی به تعداد کمتر از انگشتان یک دست بودن از علمای شیعه که غالب طرف قرآن نبودن. اونام تقیه کردن به گفته اون بقیه هزاران عالم شیعه‌ای که داشتید اگر. ولی فقط به اینجا برنامه خلاصه نشد پاسخابش و در حقیقت توی جاهای دیگه هم بود. من دوست دارم یه نمونه از دروغای اینا رو بهتون نشون بدم. در حقیقت 3 نمونه از سایت‌های اینترنتی که برنامه رو راجع بهش صحبت کرده بودن ان شاءالله می‌خوام نشون بدم. اولی راجع باشگاه خبرسازان جوانه که اگر ان شاءالله بتونیم وارد این سایت بشیم ببینیم اینا چی گفتن و چرا من به این میگم باشگاه خبرسازان جوان. اگه دوستان لطف کنند و مانیتور 2 رو نشون بدن که من تو این سایت هستم ممنون میشم. این سایت باشگاه خبرسازان جوانه که به قول خودش بزرگترین خبرگزاری فارسی زبانان دنیاه و بعد داره میگه که این هم تفسیر قرآن با تلویزیون کلمه به علاوه تصاویر. ببینید چی داره میگه. به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران تلویزیون کلمه که با ادعای ترویج اسلام ناب و محمدی در فضای رسانه‌ای فعالیت می‌کند از همان روز نخست اقدام به پخش برنامه‌های تفرقه‌انگیز نمود به نحوی که تنها چند روز پس از راه اندازی این شبکه ماهواره ماهیت پشتیبان این شبکه بر همگان مشخص شد. خلاصه میگه که چی؟ یه تصویری داره نشون میده از برنامه‌ای که من داشتم. خیلی جالبه. یه برنامه داشتم که توش این عکسی که این پایین هست رو میبینید. این رو از سایت خود حوزه علمیه گرفتم. یعنی حتی تایپ هم نکردم. میبینید عکسه. این عکسیه که از سایت حوزه علمیه گرفتم که گفته بود در قرآن مجید خطاب یا ایها الذین آمنو در هیچ آیه ای نازل نشده مگر اینکه علی سید و شریف و امیر و مصداق اتم و اکمل آن است. خب این برنامه من بوده. بعد زیرش نوشته تفسیر غلط و تفرقه افکنی شبکه کلمه مروج وهابیت. و در نتیجه ببینیم دیگه چی داره میگه. بعد میگه مجری شبکه کلمه و عکس استاد هاشمی رو اینجا آورده از برنامه میگم دنیای جوان نشون. بعد میگه که در تازه ترین اقدام تفرقه انگیز شبکه ماهواره کلمه این رسانه اقدام به تفسیر قرآن کریم نمود که البته با چاشنی تفرقه و انتقام از تشیع همراه بود. بابا این چاشنی ماشنی نداشته. من این پایین اتفاقا تو تک تک اسلایدام من چون اینا رو گفتم میشناسم دیگه. من خودم یه شیعه بسیار متعصب بودم که تو قم و با امثال این آخوندا بزرگ شده بودم. برای همین تو تک تک اسلایدام اومدم و این عکسی که از سایت حوزه علمیه گرفته بودم و گذاشتم که نتونم. و بعد چیکار کرده بودم؟ اومدم و گفتم من اینجا یه رنگ آبی گذاشتم که مبادا کسی بگه که این ترجمه قرآنه، بلکه اینو اومدم و با در نظر گرفتن اونچه که سایت حوزه گفته اینجا میذارم. یعنی میتونستم مثلا رنگ پس زمینه‌شو مثل همین رنگی که ترجمه داره بذارم یا رنگ متنم مشکی کنم. گفتم این کارو نمی‌کنم چون ترجمه آیه این نیست. اگه برنامه رو ان شاءالله تکرارش پخش خواهد شد ببینید متوجه میشید که من گفتم این ترجمه نیست. ولی که اگر شما میاد میگید که اگر هر یا ایها الذین آمنو تو قرآن هست مصداقش علیه، خب اینا هم هست تو قرآن. بعد میاد میگه که مجری تلویزیون کلمه در ناباوری تمام و البته معنادار یا ایها الذین را امام علی معنی مینمود. خب این مجری که اینجا نشون داده استاد هاشمی بوده و این یا ایها الذین آمنو رو که اینم که گفتم که حوزه علمی انجام داده. بعد این چه ربطی داره به شبکه کلمه استاد هاشمی این وسط؟ من اینو انجام داده بودم و این در ناباوری تمام و معنادارتون هم حوزه علمی انجام داده بود. و خلاصه میبینیم که داره میگه که در مقالات گذشته بر سوء استفاده شبکه کلمه از پاکترین مبانی دینی اشاره شده. حال بعد سوء استفاده از قرآن کریم و تفسیر به غلط را به جمع اقدامات ضد دینی این شبکه به اصطلاح مروج اسلام اضافه نمود که خود درگ دیگری از اقدام. خب من حرفم اینه اگر این کاری که اینجا شما اسمش رو نام بردی باید سوء استفاده از قرآن و تفسیر غلط و اقدام ضد دینیه، این مال حوزه علمی است. مردم بدونید باشگاه خبرسازان جوان که خبر کاملا دروغی و به استاد هاشمی نسبت داد داره میگه که حوزه علمیه چیکار میکنه؟ اینو راست میگه. سوء استفاده از قرآن میکنه، تفسیر قرآن رو به غلط میکنه و اینم به جمع اقدامات ضد دینی حوزه علمیه در حقیقت باید اضافه کرد. و میبینید که من همه جا هم این تمام تصویرهایی که آورده من این اسلاید رو از حوزه گذاشته بودم. اگه لطف کنن دوستان و مانیتور اول رو دوباره نشون بدن. بحث دیگه که مطرح شد
از یه جایی بود که میخوام دوتاشون رو با هم نشون بدم، از تالار ندای شیعه بود که در حقیقت اومد و یه نفر سوالی مطرح کرده بود، همون سوال برنامه رو، و یک بحث دیگه هم یه سایت خیلی به قول خودشو گرفته از سایت دامنه حتی آی آر هم داره، دشمن شناسی و آخر زمان و از این حرفا، که اونم به یکی از برنامه‌های من اشاره کرده. اگه من اینا رو توی ورد کپی کردم که بزرگ بتونیم نشون بدیم، هر دوتاشو میخوام راجع بهش توضیح کوچیک بدم. اگه مانیتور دور دوستان نشون بدن، مال طالب ندای شیعه این بود که خانم راضیه سلیمیان که ازشون سوالی کرده، پرسش‌های عبدالله از آلمان در برنامه قرآن برای همه: چرا شیعیان حضرت محمد را لایق امامت نمی‌دانند؟ این یک. دو، فرق امام زمان و امام علی در چیست؟ سه، چرا امام علی جانشین مشخص نکرد؟ چهار، امام زمان چه کاری انجام می‌دهد که امام علی قادر به انجام آن نیست؟ پنج، یا امام علی صادق نبودند زمانی که گفتند وحی با پیامبر خاتمه یافته؟ خواهش میکنم سوالاتی که این سگ ولگرد آلمان در برنامه قرآن برای همه مطرح کرده را جواب بدید به من با این بشر مکاتبه دارم، این بشر ایمیلای من را جواب میده، حداقل میتونم مچش رو بگیرم. خب این خانم راضیه سلیمیان یکی از مؤدب‌ترین شیعه هایی هست که فحاشی میکنه، منظورم از مؤدب حتما میدونید دیگه، با استاد اخلاقی مثل انصاریان. خب ایشون اگر اینقدر به فکر مچگیری هست، به خیال خودش و ایمیلایی میزنه و فحاشی میکنه، توش رو کپی پیست میکنه از این ور اون ور، که حتی سوالایی منم درست نمیتونه ببینه که بتونه حتی درست مطرح کنه تا جواب بگیره. این بود اون سوالایی که من مطرح کرده بودم. چرا شیعیان 12 امامی حضرت محمد رو لایق مقام امامت مورد ادعایشان نمیدونن؟ ببینید اینجا حتی اینم نیورده بود، نوشته لایق مقام امامت نمیدونن. سوال منم حتی درست مطرح نکرده. دوم، فرق بین حضرت علی با امام زمان چیست؟ بعد ببینید دو تا زیر سوال با فونت کوچیک‌تر ایندنت شده، یعنی جلوتر رفته، فونتش کوچیک‌تره و زیر سوال اینه. توضیحی برای این سوال در حقیقت آوردم. چرا؟ چون که این سوالا رو همه رو در یه سر مطرح کرده. اونایی هم که می‌خواستن جواب بدن خودشون رو زدن به بیخیالی و با اینکه برنامه منو حتما دیده بودن نخواستن بفهمن که این دو تا سوال بعدی توضیح سوال دومه. و بعدش هم نشون دادم که حضرت علی در نهج البلاغه فرموده که وحی با پیامبر خاتمه یافته. گفته بودم که ببینید سوالات چه دونه دونه جواباشون رو و بعد میایم نگاه میکنیم. سوال اول اینه که فرق بین حضرت علی با امام زمان، سوال دوم در حقیقت در چیه؟ یعنی گفتم آقا اگه علی شما میگید امامه، الان داره دنیا رو میچرخونه، بچه‌تو شفا میده، همه کاری میکنه، چرا به امام زمان چه نیاز داره؟ خب مگه همون علی کافی نیست؟ جفتشون رو دسترسی بهشون نداری؟ خب علی هم داره همون کاری که امام زمان میتونه بکنه، علی هم داره میکنه دیگه. هر کاری امام زمان غایب میتونه انجام بده، علی هم نیاز نداری بهش. علی هم که نمرده، به اعتقاد شما زنده است. خب پس چه نیازی داری به امام زمان؟ اصلا به امام دوم دیگه نیازی نیست. همون علی که امام اولتونه و نه پیامبر. دقت کنید، علی که امام اولتونه کافیه. ببخشید منظورم اینه کافیه. امیدوارم تیکر رو بر ندارن کلیپ کنن. علی کافیه براتون به عنوان امام. شو بچه‌تون رو شفا میده، علم غیب داره، از دلتون خبر داره. این سوال من بود. خب بریم و ببینیم که سوال اول رو خواستن جواب بدن. کجا نوشته شده که شیعیان رسول الله را لایق امامت نمیدونن؟ ما که همه جونو توضیح دادم. هر جایی که نوشته شیعه 12 امامی، چون اگه پیامبرم لایق مقام امامتی که از نبوت بالاتر میدونستید، میگفتید اون موقع که پیامبرم امام اولتونه، نه علی. هر جایی گفته شیعه 12 امامی، اونجا جاییه که یعنی میدونید دیگه، خودتون میتونید بفهمید، هزاران، صدها هزار جا نوشته شده شما پیامبر رو لایق مقام امامت نمیدونید. بعد میگه که ما در قرآن داریم که حضرت ابراهیم و بعضی دیگر از رسولان به مقام امامت رسیدن، اونا رو هم امام نمیدونید شما. خب پس از این نشون میده که شما خیلی از قرآن هم دورید. اینم جواب دیگه. بعد میاد شروع میکنه و به اهل سنت دوباره گیر میده و پشت اهل سنت قایم شه. اینا رو نمیخوام بیارم برای اینکه میتونید خودتون هم برید بخونید. من نمیخوام وقت برنامه رو بیشتر بگیرم. شاید دوست دارم اگه در نهایت وقت بشه به تماس تلفنی هم برسیم، ولی اگه هم نشه دیگه باز این برنامه جاشو داره. سوال دوم که من گفتم که در حقیقت آیا حضرت علی، حالا نه، سوال دوم خودش اینجوری رو داره میگه که ما از نظر ما مقام و منزلت نزد خداوند ابتدا رسول الله میدونیم، سپس امیرالمومنین و بعدش هم حضرت زهرا، در صورتی که اینم راست نمیگه. چرا؟ چون اینا دارن که یه حدیث لولوکی دارن که میگه
لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی که اگر پیامبر نبود افلاک رو خلق نمی‌کردم، اگر علی نبود لولا علی لما خلقتک، اگه علی نبود تو رو خلق نمی‌کردم، اگه فاطمه نبود علی رو خلق نمی‌کردم. خب یعنی این ترتیبی که شما میگید برخلاف اون چیزی که ادعا می‌کنید. این از این. دوم اینکه پرسش من این بود که فرق بین علی و امام زمان در چیه، که این جواب اون پرسش دوم من نیست. حالا بریم ببینیم سوال سومو چی جواب داده که میگه انتخاب جانشین به دست خداست. من چی گفتم؟ پرسش من این بود که چرا شیعیان پرسش من این بود که مگه حضرت علی مرده است که نیاز به جانشین داشته باشه؟ به جاش میان و اون البته این سوال اینجوری مطرح کرده بود خود همین خانم سلیمیان، میاد میگه انتخاب جانشین میاد خودش به شروع میکنه یه حرفای دیگه زدن که هیچ ربطی به پرسش اصلی من نداشت و برای همین نمیخوام اینجا بیشتر وقت برنامه رو تلف کنم به این جواب بیخود. و سوال چهارم این که گفته بودن فرق بین حضرت علی و امام زمان در چیه؟ نوشته هیچ فرقی در انجام اوامر نه خیر، من گفتم کلا فرقشون چیه. الان علی شما میگید هر کاری، امام زمان خالق ارض و سما نیستش که دیگه، امام زمان هر کاری داره تو مدیریت جهان میکنه علی هم میکنه. اگه امام زمان میتونه بچه‌تو شفا بده علی هم میتونه شفا بده، اگه اون میتونه بین تو خدا وسیله بشه علی هم میتونه بشه. خب چه نیازی بهش هست؟ این بود سوال من. سوال پنجم میاد میگه که حضرت علی بحثی بود که تو نهج البلاغه آورده بودم که فرموده بود که وحی با پیامبر تمام شده. میگه که باید گفته شد منظور امیرالمومنین از کلام خدا قرآن، خسته نباشی و دیگر احکام تغییر نخواهد کرد. یعنی میاد حضرت علی منظورش این بود که احکام تغییر نخواهد کرد. خب اگه اینجوری بود که میفرمود ختم بهش شریعه، دقت کنید بعدش هم میاد وحی به زنبور عسل و مادر موسی علیه السلام. ببینید حتی کلام حضرت علی رو هم میاد تحریف میکنه. مثلا شما اعتقاد دارید که قرآن تحریف شده، علی قرآن دیگه داشت و معنیش الان نشونتون میدم. علنا داریم که ما اعتقاد داریم قرآن معنیش حداقل تحریف شده. بعدش هم میاد یه تذکر جالبی میده که میگه که باید توی این بحث ها همیشه باید برای هر گفته خودش ادله داشته باشد، قرآن سنت. نه فقط این، باید عقلم باشه، چون شما تا عقل نداشته باشی قرآن و سنت فایده نداره. برای آدم بی عقل حتی قرآن و سنت خدا هم ازش نمیخواد چیزی رو بازخواست کنه، چون عقل نداره. پس اول عقله. دیگه این که باید بگیم که اومده و میگه که اگر اینطور نباشد خلاصه بعد نتیجه گیری کنیم و نباشه که بعد از هر پرسشی بریم سراغ پرسش دیگه. منم همیشه از اینا با هر شیعی بحث کنم همین کارو خواهم کرد و همیشه هم پاسخگو نباشید. بله همیشه بودید بگید ابن تیمیه اونو گفته، نمیدونم هاشمی اینو گفته، فلانی اونو گفته و هیچ وقت پاسخ ندید، نقل قول کنید از این اون. اینم خلاصه روش ایناست برای فرار از بحث. اینم تو طالب ندای شیعه بود. یه سایت دیگه هم بود که اون دشمن شناس اون سایتی که گفتم اینو نوشته قرآن تعریف شده و خواسته پاسخ بده. مدتی صحابیون در مناظرات با علمای تشیع در شبکه‌های ماهواره‌ای موضوع رو مطرح کردن که البته بارها توسط بزرگان تشیع پاسخ داده شده. چه پاسخی داده شده حالا ببینیم. خلاصه میگه که تعریف دو گونه است، که تعریف حرف، کلمه و لفظه که همه علمای شیعه که گفتن به این اعتقاد داشتن. دوم تعریف چیه که میگه تفسیر غلط شود، یعنی تعریف معنوی، که این هم همه علمای شیعه دوباره بهش این علانیام اعتقاد دارن. بعد میگه حالا ببینیم که بریم سراغش. ما نیز میگوییم بله ما معتقد به تعریف قرآن هستیم، اما از نوع معنوی و نه لفظی. خب پس این میاد میگه که این اساتید وهابی اینا حرف میزنن، اما خب پس نوع دومشه که همه علمای شیعه روش متفقن، تواترش الان هم هست، ولی تواترش رو نوع اول بین علمای متقدم شیعه بوده، یعنی تعریف لفظی قرآن. بعد میاد توضیح میده راجع به از علمای شیعه که اساتید با مسخره کردن میگه نام میبرن، میتوان به علی ابن ابراهیم قمی اشاره کرد، همون که تفسیر نوشته. تفسیر قمی فقط توش از تعریف قرآنه. میگه در پاسخ باید گفت این تفسیر منسوب به ایشان است، به طور کامل از ایشان نیست، همچنین حرف غلطه، کاملا هم اتفاقا مال خودشه. این کتاب را ابوالفضل عربی یکی از شاگردان ابراهیم قمی بر اساس سخنانی که این که نوشته، که من از خود سایت کوپیدم، از قمی شنیده نوشته، منم همین حرفو میزنم دیگه. خب این مثل این میمونه که شما میگی که بله این کتابی که شما تو دستت داری رو آقای فلانی ننوشته، اینو چاپخونه فلان چاپ کرده. خب بر اساس همون چیزی که اون نوشته چاپ کرده دیگه. این نمیشه که نویسنده با چاپخونه فرق داشته باشه. اینم به شاگردش گفته، شاگردش رو نویسی کرده، املا کرده. این بعدش نتیجه گیریش خیلی باحاله. میگه پس جناب قمی به تعریف لفظی قرآن اعتقاد نداره. اینکه شاگردش بر اساس سخنانی که درباره به تعریف قرآن نوشته این کتابو پرینت کرده فقط
دلیل بر اینه که این تحریف قرآن اعتقاد نداره. تا من فقط همین یه شاگرد رو داشته، خودش در جاهای دیگه هم به عقیده تحریف قرآن اعتراف صریح داره. اما بعدیشون که دیگه نام میبرن جناب کلینیه، ایشان به هیچ وجه تحریف لفظی را قبول نکردن و فقط نظر خود. اینم یه دروغ بزرگ دیگه. علنا من اینم نشون دادم، ان شاءالله در این جلسه هم اگه وقت بشه نشون میدم. خود کلینی میاره و میگه که این روایت صحیحه که قرآن هاکذا والله نزلت علی جبریل علی محمد. میگه این قرآن رو اینجوری جبرئیل والله قسم میخوره که این قرآن رو یه جور دیگه‌ای با یه لفظ دیگه‌ای جبرئیل بر پیامبر نازل کرد. بعدش میاد میگه که حال امکان دارد که برادران وهابی عزیز بگویند جناب محدث نوری چه؟ آیا او هم به تحریف قرآن معتقد نبود؟ در پاسخ محدث نوری که کتاب نوشته بود فصل الخطاب فی اثبات تحریف قرآن خلاصه. در پاسخ میگوییم که محدث نوری از جمله انگشت شمار گفتن انگشت شمار نیستن. انگشت شمار اونایی که نگفت انگشت نشمار، ببخشید چون 4 نفرن فقط، یعنی پنجمی هم ندن. انگشت نشمار کسایی هستن که فقط گفتن قرآن تحریف نشده، اونم تقیه کردن. همشون گفتن تحریف شده. علمایی که دین شیعه رو ساختن. میگه که چی تألیف رفته آقایان هم سند ضعیفی دارد. مهندس نوری از منابع محدودی است. خودت شروع میکنه توضیح کردن. حالا ببین چی داره میگه. اثبات کرده در تعریف قرآن کتاب نوشته به چه عظمت و بعد فصل‌های مختلف انواع و اقسام تعریف سوره اضافه کرده. بعد میاد حالا ببینید اونجا میاد میگه شاگرد علی ابن ابراهیم یه چیز دیگه نوشته ازش. حالا ببینید شاگرد نوری چی میگه. آقا بزرگ تهرانی از شاگردان وی می‌نویسد استاد ما حاجی در اواخر عمر خویش میگفت این جانب در نامگذاری کتاب هم اشتباه کردم و سزاوار این بود نام آن را فصل الخطاب عدم تعریف کتاب می‌ذاشتن، چرا که در آن اثبات می‌کنم قرآن شریف موجود با تمامی سوره‌هاش وحی و خلاصه هیچ گونه تغییر و تبدیل و زیاده و نقصان نبوده. ولی این دروغ میگه، دقیقاً برعکسش اثبات می‌کنه. منم از همون اول کتابش نشونتون میدم. اصلا یه سوره جدید داره به نام سوره ولایت. چه جوری میتونه این اعتقادو داشته باشه؟ این آقای شاگردش اومده پس از این که این افتضاح رو به بار آورد و عقیده درونی شیعه رو کرد، این آدم، این حال شاگردش اومده یه جوری اینو ماسمالی کنه. چطور اونجا حرف شاگردش قبول نبود برای علی ابن ابراهیم، اینجا برای این قبوله؟ و میبینیم که خلاصه اینجا میاد این حرف رو میزنه و بعد میگه از جناب عبدالله شیعی هدایت یافته از آلمان در شبکه کلمه شبه افکنی هایی میکنند مانند آنچه در این مقاله آورده شده نیست. خواهش میکنیم اگر دلایل گرویدن ایشان به وهابیت مانند این است سریعتر تجدید نظر کنند. نه خیر، دلایل من اینه که قرآن هیچ اشاره‌ای به به امامت نداره، برعکس اون که به نبوت و همه چی اشاره داره. و منم وهابی نشدم، سنی هم نشدم، یه شیعه زاده بودم که مسلمون شدم. چجوری یه مسیحی میره مسلمون میشه؟ منم همونجوری مسلمون شدم. دین قبلیمو کامل گذاشتم کنار، بدون تعصب اومدم و اسلام رو. اگه دوستان مونیتور اول رو به من بدن که انشالله بحث رو هم ادامه بدیم. فکر نکنم دیگه به تماس‌های تلفنی برسیم متاسفانه. من فقط چند تا میارم. این یه ببینید مال کتاب 1411 میگه که کلینی، سوال اینه قائلین به تحریف کیان؟ میگه کلینی، نعمت الله جزایری، علی ابن ابراهیم قمی. دقت کنید خود علمای شیعه، من این عالم شیعه رو جلسه پیش معرفی کردم که بزرگتریناشونه و معاصرم هست و همه راجع به چقدر بزرگ می‌نوشتن. این کتاب انوارالنعمانیه که تعریف قرآن، این مال شیخ مفیده، این مال علامه خوییه، این مال نعمت الله جزایریه، کتاب دیگه‌اش این مال تفسیر صافی فیض کاشانیه و این هم مال عقیده علامه مجلسی که میگه که پوشیده نماند که این خبر و بسیاری از اخبار صریح در این که قرآن کم شده و تغییر کرده و به عقیده کی؟ مجلسی. این قرآن از نظر معنی متواتر و قطعی هستن، این اخبار ببخشید که تحریف قرآن رو هستن. بعد میگه که چی؟ به گمان من اخبار این موضوع کمتر از اخبار وارد در باب امامت نیست. ما همین رو میگیم، هر کی قائل به امامت نمیتونه با قائل به تحریف قرآن نباشه، چون همونایی که گفتن امامت وجود داره همونا گفتن قرآن تحریف شده. خب یه تماس دیگه هم میخوام از یه بیننده پخش کنم، میخوام تماس آخر بشه دیگه، وقتم نشه بیشتر. با عرض سلام و خسته نباشید. من این پیامو برای برنامه قرآن برای همه آقای عبدالله از آلمان میذارم. برنامه نفتشون رو دیدم، خیلی عالی و جالب بوده. شاید میخواستم چند تا پیشنهاد خدمتشون بگم. یکی این که در آخر که میخواستن ارتباط مستقیم پیدا کنم با بینندگان، وقتی پاورا نشون میدادن که سوالات بود که در تعریف قرآن هم بود که سوالات بودش، یک کمی این صفحه شلوغ شده بود
و این باعث گیج شدن و گم شدن و نرسیدن اون پیام به طور کامل میشه، پیام که اون برنامه میخواست به بیننده بده. و یک چیز دیگه، بینندگانی که زنگ میزدن اصلا هیچ پاسخی به اون پرسش نمیخواستن بدن و میخواستن بدن در یک بحث دیگه. در اینجا آقا عبدالله میدیدم که ساکت میشن و اون بال طبیعی خارج میکردن و میخوام خیلی راحت آقا عبدالله میدیدم آقا تو جواب بده بعد برو در سوال خودت، و اگر جواب نمیدن اینو میتونن خیلی راحت رد کنن. یک مسئله به نظر من وقتی قاطعانه برخورد کنیم دیگه بقیه بینندگان میدونن باید جواب بدن بعد برن سوال راجع به سوالای خودشون سوالاتی رو مطرح کنن. و یه چیز دیگه می‌خواستم ببینم ما این پاورا رو که آقای عبدالله درست میکنن چطوری میتونیم به دست بیاریم؟ ممنون، خسته نباشید، خدا. خیلی ممنونم از این برادر عزیزم و پیشنهادهای خیلی خوبی که دادن و در حقیقت صحبتایی که مطرح کردن. انشاءالله در تماس‌های مستقیم تلفنی آینده من همیشه اینجوری خواهد بود، یک پرسش اساسی و بعد از اون چند تا پرسش مطرح خواهم کرد. هر بیننده‌ای باید به همون پرسش‌ها پاسخ بده، وگرنه تماسش همونجوری که ایشون گفتن بهتره که به این نتیجه برسیم تا به هیچ نتیجه‌ای نرسیم. وقتی که پاسخ داد بعداً هر حرف خاص بزنه میزنه و بعد با هم میتونیم صحبت کنیم. انشاءالله این رو سعی میکنم که تا جایی که در توانم باشه عملی کنم. اما راجع به این که فرموده بودید صفحه شلوغ شد، درست میگید شلوغ بود، ولی من میخواستم همه شو تو یه صفحه بذارم. متاسفانه اگه میخواستم اول سوال اول بیاد بعد سوال دوم رو صفحه بعد سوال سوم، به واسطه فاصله زمانی که هست بین اون چیزی که من نشون میدم تا بیننده رو تلویزیونش ببینه بعد جواب بده بعد من دوباره بخوام سوال بعدی رو نشون بدم، از این طریق امکان پذیر نیست. ولی بنا دارم انشالله با کمک دوستان در شبکه کلمه به صورت از این دست پرسش ها یه در حقیقت حیاتی رو برای تفکر هم به صورت میان برنامه تولید کنم که کاری خواهد بود که از این به بعد انشالله خواهم کرد، و همین که به صورت نرم افزار یا به صورت در آنلاین چند رسانه‌ای در اختیار بیننده ها قرار بدیم. چون یکی از دوستای خیلی خوبم هم که با هم از طریق ایمیل در تماسیم پیشنهاد عالی داده بود که این رو در حقیقت به صورت یک پرسش بذاریم که بیننده جواب بله خیر بده و بعد بره به مرحله بعدی. انشالله سعی میکنن که اینها رو در اختیارتون بذارن و از این طریق هم میتونید این پاورپوینت ها و دیگر چیزا رو بگیرید. اما مهم اینه که تمامی علمای متقدم شیعه به استثناء 4 نفر که انگشت نشمارن معتقد و معترف به وقوع تحریف در قرآن بودن. اسمشون خیلی خیلی بیشتر این لیستی که میبینید از اینجا. و این علمای همه علمای شیعه، من میگم اون 4 نفر رو دیگه استثناء دیگه نشمارید، متقدم شیعه که دین شیعه بین فاصله بین مرجع تقلید شما با امام صادق که میگید دین جعفریه، تمامشون رو این علما پر کردن. یعنی هیچ سندی نمیتونه بگیره که یکی از این کفار توش نباشه. اگر کافر این باشه که به قرآن تعریف کرده، خب نمیتونی وقتی برسی به امام صادق مگر از طریق کفار. خب چجوری میخوای بگی که دین اهل بیته؟ من توصیه میکنم دوستان 2 کتاب هستش که حتما بخونید. یک کتاب که من گفته بودن که در برنامه بررسی تخصصی مبحث ناسخ و منسوخ روش هم اشاره کردم و این خلاصه ای از اون چیزی که در این کتاب اومده بود و گفتم کتاب منسوخ در قرآن بین حقیقت و بطلان بود. این رو هم از ایمیل بوک میتونید دریافت کنید و هم از ایمیل خودم. به خودم بعضی دوستان ایمیل زدم و براشون این کتابو فرستادم. کتاب دیگه کتاب قرآن و تحریف اثر محمد عبدالرحمن السیف، این رو هم به ایمیل بوک انشاءالله خواهم داد. به خودم هم میتونید ایمیل بزنید، تو سایت عقیده هم موجوده. کتاب فوق‌العاده‌ایه و خوندنش باور کنید 1 روز یا 2 روز بیشتر زمانتون رو نمیبره، ولی تک تک علمای شیعه رو اسم برده و عقیده‌شون رو درباره تحریف قرآن آورده و گذاشته. برای همین توصیه میکنم، خواهش میکنم برادر شیعه من، خواهر شیعه من، عزیز اهل سنی، عزیز شیعه، بابا هر مسلمانی، اگه عقیده با کسایی بحث میکنید، بررسی میکنید در موردشون که از این علمایی که اسمشون حالا بردم و نبردم از علمای شیعه تبعیت میکنن، بیاد این کتابو بخونید، نظرهای علمای دیگه هم ببینید، مستند، بعد خودتون هم برید تو کتاباش ببینید. انشاءالله یکی از کارهایی که به صورت چند رسانه‌ای میخوام به نشرش اقدام کنم، تصویر کتابیه که در اون علمای شیعه اومدند و اعتراف کردن به اینکه عقیده دارن به اینکه قرآن تعریف شده و اینکه میگن این متواتره. بعضیا میگن ام المؤمنین عایشه این حرفو زده. نه خیر، اگه راست میگی کلامی بیار مثل مجلسی
که از ایشون گفته باشه من عقیده دارم قرآن تحریف شده. مطلقاً از هیچ کدوم از صحابه‌ای که ما بهشون احترام میذاریم همچین چیزی روایت نشده، بلکه اونچه که اومده هم در باب ناسخ و منسوخه و بعد در کتاب منسوخ در قرآن حتی توضیح داده که بسیاری از این روایات هم بهشون حتی خدشه وارده، مثلا مثل همون روایتی که میگم بزخورده و در هیچ کدوم از صحیحین هم نیست. و توصیه میکنم این دو کتاب رو مطالعه کنید، ارزشش رو داره، دینه، فقط تقلید نکنید از علمای شیعه. و پرسشی که در برنامه گذشته مطرح کرده بودم اصلیش این بود که آیا مسلمان میتواند قائل به این باشد که قرآنی که بر پیامبر نازل شده عیناً به دست ما نرسیده و مورد تغییر و تحریف واقع شده یا خیر؟ جوابش دو تاست، یا بله یا خیر. گفتم یک یعنی خیر، دو یعنی بله. و بعد گفتم اگه جوابتون خیر باشه پرسش بعدی اینه آیا علمای شیعه که صراحتاً گفتن به تعریف قرآن عقیده دارن میتوانند مسلمان نامیده شوند یا خیر؟ اگر بگید خیر، اینه که ما مسلمانان از همه کسانی که عقیده تعریف قرآن دارند را برای هر جسه و اینا رو برای دریافت دینمون بهشون اعتماد نمی کنیم. این حرف صحیحیه. اگه بگید که به اون پرسش اول بگید جواب بله، مسلمان میتونه بگه قرآن تعریف شده، اون موقع پرسش من ازت اینه که آیا به همه آیات قرآن ایمان داری یا خیر؟ ممکنه بگی بله، ممکنه بگی خیر. اگه بگی که خیر، میگم لکم دینکم ولی دین، اگه به همه آیات قرآن ایمان نداری تو هم دین من نیستی. اگه بگی بله من به همه آیات قرآن ایمان دارم، اون موقع ازت میپرسم آیا به همین آیه 9 سوره هجر هم که بعضیا بهش ایمان ندارن ایمان داری یا نه؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اگه بگی که نه ایمان ندارم به این آیه، من بهت میگم لکم دینکم ولی دین. اگه بگی بله به این آیه ایمان دارم، دوباره ازت میپرسم آیا علمای شیعه که صراحتاً گفتن به قرآن تعریف شده اینا میشه مسلمان نامید یا نه؟ اگه بگی بله، اون موقع ازت میپرسم آیا مجلسی رو همدین خودت میدونی یا نه؟ اگه بگی که بله، یعنی که مجلسی همدین تو، پس یعنی تو هم عقیده داری به تعریف قرآن. اون موقع ازت میپرسم آیا به همه آیات قرآن ایمان داری یا خیر؟ اگه بگی که نه مجلسی همدین من نیست، ازت میپرسم علامه نعمت الله جزایری نابغه فقه چیه چطور؟ کلینی و طوسی و تبرسی و بهرانی و فیض کاشانی و خویی و همشون که گفتن ما بر تعریف شدن قرآن اعتقاد داریم چی؟ همدینت هستن یا نه؟ اگه بگی خیر، اون موقع همدین من میشی. تمام شده رفت. نمیتونی از کتب این افراد دین تو بگیری؟ به وضوح روشنه. این تصویری رو که گذاشتم انشالله اولین فعالیت من خواهد بود از این پس. انشالله هفته آینده، الان برای کسایی دارم میگن که برنامه رو زنده میبینن، قاعدتا اونایی که تکرارش میبینن نه. هفته آینده تکرار این برنامه انشالله پخش خواهد شد. من هم تصمیم گرفتم که روی این زمینه‌ها بیشتر وقت بذارم، چون در حقیقت این تصویری که اینجا میبینید رو مدت‌ها بود که میخواستم راجبش یه میان برنامه بسازم و چندین مورد دیگه هم از برنامه‌ای که به صورت مستقیم هم گرفتم قبل از این هم همینطور. انشالله اینا میان برنامه رو ولی فرصت نمی‌کردم بسازم با توجه به اینکه مجبور بودم هر هفته برنامه یا هفته در میون برنامه بگذارم برای شبکه کناری، برنامه‌ای که منسجم و پشت سر هم باشه. ولی حالا با این چیزی و بازخوردهایی که گرفتم و دیدید بی جوابی اینا رو، هیچ جوابی نداشتن، نه اون عباسی، نه اون سایتان، نه طالب ندایشی، هیچ کدومشون هیچی نداشتن برای گفتن، مگر اینکه بگن خب سنیان قرآن رو تعریف کردن پس ما هم کافریم، نمیدونم هیتلر آدم میکش پس ما هم میکشیم، نمیدونم فلانی مشروب میخورد پس ما هم میخوریم. چه ربطی داره؟ اگر بر فرض کی کافره تو دلیل نداره تو هم کافر باشی. منم همین حرفو دارم، حالا به عوام شعر میزنم، دست از دین اینا بردارید. من از بعد انشالله از من میان برنامه‌های بیشتری خواهید دید. انشالله شروع میکنم به تولیدشون و نرم افزارهای دیگه سعی میکنم که همین تصویر رو همونجوری که یکی از دوستان پیشنهاد داده به صورت مرحله به مرحله تو یک سایتی بگذاریم و از بیننده ها بخوایم برن به اون سایت و همینو میتونید از سایت که آدرس رو گذاشتم این عکس رو دانلود کنید. خواهش میکنم این کار رو بکنید، این عکس رو دانلود کنید و برای مردم پخش کنید و بپرسید ازشون که آخر عقیدت چیه. من انشاءالله سعی میکنم که تمام اون تصاویری که از کتبی گرفته شده که علمای شیعه اعتقاد صریحشون رو به تعریف قرآن آوردن بگم و حتی عقیده‌ای که میگید شما نسبت میدید به اهل سنت و کتب صحیح هم اومده اون رو هم میاریم، همونو عینش رو از امام صادق هم میاریم و بعد توضیحش این که سعی میکنم یه همچین چیزایی رو در قالب میان برنامه‌های کوتاه تولید کنم انشاءالله. و بهتون این رو میخوام بگم که آقا اگر یک خانم، اگر یک فرد نامسلمان
بیاد از یه نامسلمان بیاد از امام صادق روایت کنه که در اسلام اصلی به نام امامت وجود داره، شما نمیتونی این رو بهش استناد کنی. مثلا مجلسی بیاد که اعتقاد به تعریف قرآن داره، از کلینی که اعتقاد به تعریف قرآن داره، از قومی که اعتقاد به تعریف قرآن داره، از روایت کنه از امام صادق که اعتقاد نداره به تعریف قرآن، بگه که امام صادق هم به قرآن اعتراف قرآن چه میدونم عقیده داره. خب من باورم نمیشه امام صادق من مسلمان همچین اعتقادی داشته باشه. من باورم نمیشه. چرا؟ چون یه مش کافر اینو روایت کردن. همونجوری که یه مش کافر روایت کردن که امام صادق میگه چیزی به اسم امامت در دین وجود داره. پس اگر بیان بگن که امام صادق عقیده نداشته که قرآن تحریف شده، همونجوری که مجلسی هم همینو میگه نمیشه تو به امامت اعتقاد داشته باشی ولی به تعریف قرآن اعتقاد نداشته باشی، چون همون آدمایی که امامت رو روایت کردن از امام صادق همون آدما اومدن تحریف قرآن هم روایت کردن. خب پس نمیشه که. ای شیعیان، آیا از این که تمام بزرگترین علمای دینتان عقیده به تحریف قرآن را اصلی از اصول اعتقادیشان میدانستند و به تواتر آن عقیده اعتراف دارند شما را به هراس نمیاندازند؟ ای مسلمانان، هر آخوند شیعه را که دیدید بپرسید آیا هم دین و هم اعتقاد با علامه مجلسی و همه اینایی که اسمشون رو بردم انشالله برید تو اون کتاب بخونید، به خودم ایمیل بزنید یا به ایمیل بوک که براتون بفرستیم یا تو اینترنت هم سرچ کنید. و اینکه آیا کسی که معتقد است و معترف تحریف قرآن مسلمان نامیده می شود یا خیر؟ گفتم اون تصویر رو هم از این آدرس دانلود کنید و انشالله برای من ایمیل بزنید. ایمیل من اینه abdullah@kalima.tv. از 2 هفته آینده انشالله برنامه هم از ابتدا شروع میشه به تکرار و منم هر چند وقت یه بار یک همچین برنامه تماس مستقیمی خواهم گذاشت. یعنی اینجوری نیستش که فقط برنامه تکرار بشه. انشالله سعی میکنم برنامه ها رو به صورت میان برنامه آماده کنم و هر چند وقت یه بارم اگه عمری باشه انشالله یه تماس مستقیم میگیرم، مثلا یه برنامه با موضوع یکی از اون میان برنامه ها. چون هنوز از طریق ایمیلم با شما در تماس میتونم باشم، پیامم اگه به این بذارید برام میرسه، ولی با توجه به این چیزایی که دیدم فکر میکنم ارزشش رو داشته باشه که روی این چیزا بیشتر بزنیم، چون که علنا عباسی تهدید کرد که با ما وارد این جنگ نشه. چرا؟ چون میدونست که اگه کسی باهاش وارد این جنگ بشه بدون تردید هر شیعه منصفی که اون جنگو ببینه، جنگ نیست بابا، بحث آخرت دینه. من میخوام با شخص هر کسی که قائل به تعریف قرآنه یا قائل به عدم کفر قائلین به تعریف قرآنه وارد این بحث بشم و اینو شروع کردم. انشاءالله به چندین میان برنامه شروع میکنم، به هر چقدر که وقت کنم خداوند سعادت به من بده خواهم گذاشت. با من همچنان با ایمیل در تماس باشید. وقت برنامه هم تموم شد، متاسفانه نتونستم بگیرم. انشاءالله اعلام میکنم در زمانی که برنامه‌ها داشت تکرار میشد، مثلا هفته آینده برنامه مستقیم و زنده خواهد بود انشاءالله و تا اون موقع برام دعا کنید که توی این چیزی که شروع کردم ثابت قدم باشم. شما هم کمکم کنید، ایده های خوبی رو همینجوری که برام میفرستید به ایمیل برام بفرستید و سعی میکنم که این کلام حق رو بیشتر اشاعه بدم و براتون مطالبی رو آماده کنم که بتونید دانلود کنید و پخش کنید و بگیم همگیمون یک صدا: اول الله، آخر الله، ظاهر الله، باطن الله، فقط الله، فقط الله، دیگر هیچ. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.